هرچند که گزارش‌های احتمالی هالند و مباپه با تیم‌های نو از مهمترین موضوعهای سفره سری فوتبالی باشند هم، ولی موضوع از کار رانده شدن مربی تاتنهام و تعیین شوی کانته به این وظیفه و در خطر ماندن آینده سولشر در امیو با تقدیر ناروشن بارسلونا را هم نباید فراموش کرد. درود به کل بینندگان عزیز تلویزیون ورزش، برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را با فراگیری پر سر و صداترین موضوع بازار فوتبالی منظورتان میکنیم. چطور پیش هم بر شما گفتیم آنتونیو رودیگر هم با علت قانع نبودن از معاشکاری در استنفورد بریج تمدید شرطنامه نمیخواهد و با بهانه زیادکنی مزدکاری جای کار عوض کردن است. همکنون باشد خبرهای برآمد که آنتونیو رودیگر با تیم‌های مقتدر چون منچستر سیتی، PSG، یوونتوس و تاتنهام گفت و شنیدها دارد. ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو هم بران است که برای حمایتگر چلسی محض همین واریانت ها از راه‌های احتمالی گزارش رودیگر میباشند. با گفت دی مارسیو، رودیگر با یکی از همین 4 دسته نامبر شده گذر میکند. رودیگر میخواهد که در تیم فعلیش 12 میلیون یورو سالانه بدون پرداخت اندازها به دست آورد. محض از برای قانع گردانیدن چنین طلبات‌های مالیوی، بازیگر آلمانی آماده تمدید کنی شرطنامه با کبودها بوده. در صورت برعکس چون فوتبال باز آزاد در تابستان از دست می رود. در این خصوص ژورنالیست رسانه آلمانی بیلد کریستیان فالک سخن کرده و باید یادآور شد که در انگلیا فوتبال بازان 45% معاش را انداز می سپارند. چلسی باشد برای سقوط کنی خط دفاع در صورت از دست دادن آنتونیو رودیگر و اندریاس کریستنسن طبق اطلاع یوراسپورت نسبت ژول کونده از سویلیا، بازیگر یوونتوس ماتئیس دلیکت و همچنین پاو تورس از ویلیارئال نظارت جدی دارد. سرآغاز پیشنهاد این موضوع گفتنیم که هیچ وقت فوتبال بازان از اروپای شرقی را به استثنای چند از زادگان پرمهارت کشور اوکراین در اروپا مورد تعریف قرار دادن لازم نیست و مثال تازه این بیزار بودنها از کاکارینی در کرسوی احتیاطی فیورنتینا، جراحت گرفتن‌های دنیس چریشف در والنسیا و پوسیدن‌های الکسی میرانچوک در کنار میدانی اتلانتا به حساب می‌روند. الکسی میرانچوک باشد زمانی گزارش به اتلانتا رسانه‌های ورزشی روسی را به درجه گرم نموده بود که در روسیه غیر فوتبالی کلگی از قهرمانی‌هایش می‌گفتند، ولی اخیراً چگونه که معلوم است میرانچوک در میدان نو کرسی احتیاطی را در تیم برگامو گرم می‌کند. در همین موسم این نیم حمایتگر منتخب روسیه تنها 203 دقیقه در میدان بوده است و یک پاس گل‌آور به نامش دارد. با یک نظر گویا که مربی اشتیاق نسبت میرانچوک را گم کرده است و بازیگر روسی را هرچی تیزتر باشگاه را عوض کردن در کار است. محض در همین اثنا وادیم شپینیوف اگنت فوتبالباز 26 ساله روسی در مورد اجاره میرانچوک به تیم‌های دیگر ایتالیایی در زمستان سخن کرده احتمالاً در میان موسم الکسی میرانچوک دسته‌اش را به طور موفقیتی عوض می‌کند. نسبت میرانچوک باشد عین زمان دسته‌های دیگری سری آ توجه دارند و ما در زمستان عاید اجاره دهی الکسی گفت و شنیده خواهیم کرد. در این میان باید اعلام نمود که در پس منظری به یگان تیم دیگر ایتالیایی رفتن الکسی میرانچوک با قول یوروفوتبال رو دیرکتوری ورزشی 30 ساله جوانی روسو اشتیاق نسبت تیم خویش را نسبت بازیگر روسی رد کرده است. نخست باشد گفته میشد که این اجاره به جانپیرو گاسپرینی امکان میدهد تا گزارش جریمی باگر را به اتلانتا آسان کند، ولی چطور میبینیم تا حال یگان چیز در این باره روشن نیست. تیم ایتالیایی دیگر در سیمای میلان باشد به خاطر دیگر باره با عنوان گرفتن یکی از بهترین تیم‌های فوتبالی جهانی کهن در تعقیب بهترین حمله‌ور ریور پلیت آلوارز می باشد، نفری که 11 گل و 5 پاس گل‌آور در 14 بازی‌ها دارد. خولیان آلوارز چطور ژورنالیست دانیل لونگو اطلاع می‌دهد در زمستان باید گزارش به تیم ایتالیایی نماید و تیم آرژانتینی از برای بهترین نشانزنی خویش قریب 25 میلیون یورو خواستار است. اما در برابر میلان همچنین آیاکس هم خواستاری به دست آوردن این بازیگر آرژانتینی میباشد. از میان میلان و آیاکس به کدام دسته کوچیدن آلوارز را البته که در زمان معاصر پیش از همه همیانی بهتر معلوم خواهد کرد. در روسیه اگر رشد فوتبالی و برآمد دستای تینکوف پرمیر لیگ روسیه در یوروجام‌ها به دو پا میلنگد، در اوکراین کلی چیز به خوبی پیش می رود و تیم‌های اوکراینی در راه باز هم پرقوت نمودن دسته‌های خویش رو به ترانسفرها می آورند. ترانسفرهای موفقی که به فوتبال اروپایی برزیل‌های موفق را به مثال دوگلاس کوستا و ویلیان عطا نمودند.
همزمان شختار دنتسک و متالیست از خارکوف نسبت نیم حمایتگر هجومکار 19 ساله سانتوس گابریل پیرانی اشتیاق پیدا نموده. از روی معلومات رادار اسپورتس تیم‌های اوکراینی به مثال لیگ فرانسوی الکی با نمایندگان سانتوس از برای پیرانی به علاقه برآمدند. این نیم حمایتگر باشد عین زمان 2.5 میلیون یورو ارزش داشته. در موسم جاری فوتبال برزیلی الکی 52 بازی دایر نموده و 5 گل و 2 پاس گل‌آور ارسال همدستگان نموده است. خود سانتوس هم میخواهد از فروش بازیگر خویش پول کار نموده وضع مالیوی خود را اندک هم باشد بهبود بخشد. انتظار می‌رود که دادوگرفت احتمالی میان باشگاه‌ها در هفته‌های نزدیک صورت گرفته و اروپا باشد پیرانی تنها در آخر همین سال رفته میتواند. در این برابر متالیست خارکوف از برای بازیگر دیگری برزیلی و این هم پاولینیو گویا 23 ساله از سان پائولو دعواگر است که عین زمان در اجاره در ژوونتوس است. باشگاه اوکراینی میخواهد که 100% سهمیه‌های این بازیگر را خریداری نماید، در حالی که سان پائولو میخواهد که قسمتی از حقوق‌های اقتصادی بازیگر را در خود نگاه دارد. عین حال باشد پاولینیو 3 گل در 19 بازی‌های چمپیونات برزیلیا در صف ژوونتوس به ثمر رسانیده. ارزش این بازیگر باشد قریب 2 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. لیورپول کلوب باشد در آرمان بازیگر پرمهارت انگلیسی از بروسیا دورتموند است، ولی بنا به معلومات رسانه‌ها انجام دادن گزارش جود بیلینگهم بر عوض 120 میلیون یورو برای مرسیسایدی‌ها نالازم خواهد بود. بیلینگهم مخصوصاً به خود سرمربی سرخ‌ها یورگن کلوپ پسند بوده. این نفر 18 ساله انگلیسی شرطنامه فعلی مهلتش تا تابستان سال 2025 با دورتموندی ها دارد. چگونه که گول با اقتباس از معلومات رسانه آلمانی بیلد میگوید بروسیا جود را نمیفروشد، اگر که البته ارزش منفعت آور را در حدود 120 میلیون یورو در اختیار نداشته باشد. لیورپول باشد چطور روشن است چون این طلبات های مالیوی جانب مقابل را عملی کردن نمیتواند. خود جود بیلینگهم باشد در موسم جاری در مسیر 14 بازی 3 گل و 6 پرتافت گل‌آور انجام داده است. داستان ناتمام گزارش امباپه احتمالاً به انجام شوی نزدیک است پس از آنی که حمله‌ور فرانسوی را برای امضاکنی شرطنامه کاری با رئال مادرید در زمستان قدم‌های به شمار مانده است. از روی معلومات ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو بازیگر فرانسوی الکی با جانب مادریدی در علاقه بوده. الکی رئال با امباپه میتواند بروقتر از ماه فوریه امضاکنی شرطنامه را انجام دهد. همکنون گفته می شود که کلیان الکی قرار نهاییش را برآورد و تنها یگان قراری غیر انتظار می تواند کلی چیز را تغییر دهد. شرطنامه امباپه باشد با PSG تا آخر همین موسم در نظر داشته شده. همین طریق می توان گفت که کلیان امباپه به رئال مادرید چون فوتبالباز آزاد به پول گزارش می کند. PSG باشد در نوبت خود الکی عوض کننده امباپه را در پاریژ پیدا نموده. این نفر می تواند حمله‌ور RB زالتسبورگ کریم ادیمی باشد. ولی نسبت این بازیگر 19 ساله منتخب آلمان با قول اسکای اسپورتس خبردسته‌های چون باواریا، بروسیا دورتموند، رئال، اتلتیکو، اینتر و لیورپول توجه خاصه دارند. پاریژا باشند ادیمی را چون عوض کننده احتمالی کلیان امباپه دانسته. با قول سرچشمه یکی از ابردست‌های نام برده میتواند ادیمی را الکی در زمستان خریداری نموده و نیم سال دیگر در اجاره در RB زالتسبورگ بماند. کریم ادیمی باشد در 11 بازی‌های بوندسلیگا 10 گل و 1 پرتافت گل‌آور در آمار دارد. در صف بارسا باشد پس از سری وظیفه برکنار شدن رونالد کومن نیدرلندی‌های دیگر را هم صمیمانه گسیل کردنی‌اند و یکی از چنین نفران حمله‌ور لوک دیونگ می باشد که احتمالاً بارسلونا را در روزانه زمستانی ترانسفری ترک می‌کند. محض پس از رفتن کومن به سابق حمله‌ور 31 ساله سویلیا در صف بلاوگراناس دیگر نیازی نمانده است و کاتالونی‌ها چطور اشاره شد در ماه ینور نیت گسیل کنی این فوتبالباز نیدرلندی را در دل می‌پرورند، می‌نویسد دیاریو سپورتس. بارسلونا دیونگ را از سویلیا تابستان همین سال به اجاره گرفته بود و طبق قاعده فوتبالی این نفر در موسم جاری یک باره در 3 تیم برآمد کرده نمیتواند. اما دیونگ در صف سویلیا در موسم جاری یگان بازی نگذرانیده است و از این رو گزارش به باشگاه دیگری با وجود هر 3 جانب‌ها لازم بوده میتواند. در این برابر رهبریت بلاوگراناس میخواهد تازه‌کاری را در هیئت تیم انجام دهد و با همین مقصد
چند از فوتبالبازان را فروختنی است. مخصوصا در صف بلاوگراناس از برآمد ژرار پیکه، ژوردی آلبا و سرخیو بوسکتس قناعتمند نبوده. با وجود موقع نیافتن چند از بازیگران در صف اولیه، با آنها میتوانند به طور نهایت احترامانه خیر و خوش نمایند. از جانب دیگر دسته آلوده بحران مالیوی ژان لاپورتا برای ملهم بخشیدن جراحت‌های دردآور اگر نیدرلندی‌های با کومن آمده را جواب دادنی است، از جانب دیگر نیدرلندی دیگری در تیم سولشر اسیر افتاده را به کامپ نو آوردنی است. دقیق تر کرده گویم بارسلونا تا حال نسبت نیمه‌نهایی‌گر منچستر یونایتد دونی وان دی بک اشتیاق خاصه دارد. نفری که مخصوص برای ترک نمودن منچستر یونایتد اگنتش را هم عوض کرده است. از روی اطلاع دیارو اسپورتس در ماه ینور باشگاه کاتالانی تلاش‌های وارد تیم نمودن نیدرلندی 24 ساله را با حق خریداری در پیش می‌گذارد و در عملی شوی چنین گزارش به وان دی بک اگنت نوش علی دورسون کمک خواهد کرد. نفری که همچنین کاری هموطنش فرانکی دیونگ را در بارسلونا پیش میبرد. دونی وان دی بک باشد همچنین تحت نظر اورتون و وولورهمپتون قرار داشته در همین موسم تنها در 3 بازی منچستر یونایتد وارد میدان شده است و خلاص. حریف آشتی ناپذیری بارسلونا در مادرید نیز در این باره برخوردی مشکلی ترانسفرهای موفق بوده. اینجا البته که همانا نام ایدن هازارد به یاد می آید. با وجود آنکه شاهد درخشی بازیگر پرمهارت بلژیکی در مادرید هیچ کس شده نتوانست، جانب بلانکوس به طور ناچار واریانت های فروش هازارد را در پیش گذاشته است. به قول ESPN نسبت ایدن یک بار چند از باشگاه های پرمیر لیگ انگلیا چشم دوختند و حتی احتمالیت بزرگی به چلسی بازگشت نمودن هازارد هم وجود دارد، چرا که نسبت این نفری نهایت گرامی برای کبودها خود رومان ابراموویچ اشتیاق خاصه کرده است. به قول دیگر زمین الکی از آوازها اطراف آن پر شده است که گویا هازارد حتی زمستان رئال را ترک می‌کند. بازیگر بلژیکی حتی محبوبیت خاصه نزد فلو پرس را هم با مرام از دست داده است، چرا که پیوسته نسبت بازی نابرقرار بلژیکی دائم پرس سخنها میشنود. این هم در حالی است که با وجود مقابل بودن بیشتر اعضایان رهبریت باشگاه شاهانه نسبت گزارش هازارد از چلسی به مادرید، تنها فلو پرس به دعوت هازارد اصرار میکرد. همکنون پس از آنکه هازارد از درکاری ترین بودن خود پس از رفتن رونالدو را اثبات کردن نتوانست و کلگی را ناامید کرده بود، رقیبان پرس فعال شدند و الکی در خصوص فروش این بازیگر اصرار میکنند. هرچند که در سطح آوازها رئال از برای هازارد 50 میلیون گرفتنی است، عین زمان تنها 2 تیم هستند که چنین مبلغ را از برای هازارد دریغ نمی‌دارند و اینها هم چلسی برایش محبوب و نیوکاسل ثروتمند شده می باشند. از روی معلومات‌های مارکا در تیم مادریدی گزارش نفری ممتاز بلژیکی را ناموفق می حسابند و الکی فلو پرس هم باور نموده است که 100 میلیونی از برای ایدن هازارد مصرف شده عموما یگان نتیجه نآورد جز جراحت‌های پیوسته بلژیکی و بازی بیرنگ و نور نفری رخشان منتخب بلژیا. همکنون باشد فرصت آن رسیده است که لاس بلانکوس حداقل به نرخ 5 میلیون یورو برای خریداری هازارد 30 ساله یگان مزاج قلعه در بازار بیابند. بازیگری دستان رئال مادرید که جایش را به طور مستحکم دیوید آلابا در تیم شاهانه گرفته است، می تواند که بدون انجام دادن یگان بازی از تیم فعلیش بیرون شود. چگونه که گت فرنچ فوتبال نیوز با تکیه بر لپارزین خبر می دهد، واریانت بیکار کردن شرطنامه با فوتبالباز 35 ساله اسپانی از جانب تیم پاریژی الکی کاری مشکل نخواهد بود، چرا که پاریس سن ژرمن نسبت وضع سلامتی و حالت جسمانی سرخیو راموس در تشویش است. راموس از زمان گذشته چون فوتبالباز آزاد به صف PSG تا به حال با سبب جراحت‌ها در تیم نوش یگان بازی برگزار نکرده است. سرخیو چند مرتبه جراحت موشکی برداشته بود و تلاش میکرد که هر چه زودتر به میدان برگردد، اما مشکلات نو دیگر باره از خود نشان میدهند. عین حال باشد راموس وقتی اجرایش تمرین‌های انفرادی درد احساس میکند، اما دیرکتوری ورزشی پاریژی ها لیوناردو باشد بران است که PSG از آغاز از چنین وضع کار آگاه بوده رسانه‌های اسپانی به قول از پاشا فیلم سازند. به طور خلاصه باید گفت که هرچند رهبریت تیم PSG نسبت وضع راموس تحمل پذیر است، ولی در میدان نبودن سرخیو راموس 35 ساله از آغاز ماه آگوست سال روان تا به حال سوال‌های جدی را در میان می‌گذارد. این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت بمانید.